در یک سال 2 مراتب فصل بهار و تیر ماه سیاحان به خانه هنرمند نوریخان عبادالله و تشریف آورده از محصول دستانی او و هنر ملی نیاگانمان آشنایی پیدا میکنند. طور هنرمند ابراز نمود دقت سیاحان را بیشتر نقش و نگار سوزنی ها، تکثرها، جامه های ملی به خود جلب نموده از جانب آنها خریداری کرده می شوند. شخصانی که از خارجی می آیند و دهات اساساً در خانه کار و فعالیت میبرند، آمده از کارهای آنها دیده باز خریداری کنند. اگر نهایت برای خانشین ها زنها این منفعتی کلان میدهد. نوریخان عبادالله 72 سال دارد. بیش از 60 سال است که به هنرمندی مشغول است. حالا نیز با شوق و حوصله زیاد و آموختن و سعی دادن هنرش مشغول است. همیشه از پی جستجو و آفریدن نقش‌های گوناگون بوده، با زخم سوزن زیبایی می‌آفرد و زندگیش را با این واسطه پیش می‌برد. سوزنی‌ها در مدتی از 6 ماه تا 1 سال آماده گردیده، ارزش آنها با نظرداشت حجم و نقش از 1000 تا 3000 سامانی را تشکیل می‌دهند. این سوزنی را من در مهلت 1 سال ریختم. این را با طرز کشیده دوزی و رنگ و بارش رو به خود موافق کرده، اون رو بین یکدیگرش میمانیم که آیا اون وی خود رو میگیرد یا نه. رنگ زرد باشد وی آفتاب میشود، رنگ سفید صافی. حالا خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 61 ناحیه باباجان غفورов با آموختن هنرهای مردمی مشغولند. به آنها نوریخان عبادالله و نازکی‌های هنرهای سوزنی دوزی، قراق دوزی، گل دوزی و زردوزی را می‌آموزاند. طی 2 سال است که هنری دانه دوزی، گل دوزی، سوزنی دوزی، زنجیر دوزی و غیره ها را از معلم عبادالله و نوریخان آموخته ایستادم. من تاقی دختم را در مدتی تقریبا 2 یا 3 ماه آماده نمودم. در آینده میخواهم مثل استاد خود هنرمندی بزرگ شده به دخترکانی که آنها کاری زیاد ندارند، یعنی که برای بیکار ننشستنشان به آنها آموزم. سوزنی‌های دختر هنرمند در بسیار آزمون‌های بین‌الخلقی و جمهوریوی و ولایتی اشتراک نموده، سزاوار بهای بلند گردیدند و با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. هنرمند نیت دارد در سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در خانه‌اش آثارخانه تشکیل نموده، هرچی بیشتر دقت سیاحان را به هنرهای ملی نیاگان جلب کرده محصول مهنتش را به فروش گذارد. گزارش نزاکت ابراهیمی و افضل خوجایف برای اخبار 24.